أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبریک به مناسبت این پیوند فرخنده به دو زوج محترم، به برادر و سرور عزیزمون که خیلی دوستش داریم و در قلب ما جا داره، برادرمون محسن که واقعا نهایت احسانو کردن در حق خودش و در حق مردم جزیره با چنین پیوندی و با چنین تصمیم قاطعانه‌ای که اتخاذ کردن برای برگزار کردن این مراسم پرخیر و برکت. و تبریک به زوجی محترمش که شریک زندگی این جوانه و رفیق عمرشه و بالاتر از همه رفیق راهشه. واقعا به چنین شخصیت هایی باید تبریک گفت. من بارها گفتم عزیزان، همه کس شهامت برگزار کردن مراسم اسلامی در عروسی نداره و همه کس لیاقتش هم نداره. این تعداد بندگان خاص خدا هستند که موفق به چنین مراسمی میشن در پیوند مبارک عروسیشون. جوانایی که بیعت با خدا و رسول خدا کردن، احکام خدا و رسول خدا رو به جان و دل میخرن، حتی اگر براشون گران تمام بشه، حتی اگر معادل جانشان هم که باشه، نمیتونن اون چیزی که بیعت دادن خلاف اون کار بکنند. اگر دنیا هم به هم بریزه، اونهایی که خالصانه و مخلصانه بیعت کردند محکم و استوارند. و همچنین تبریک به شما عزیزانی که با حضورتون ثابت کردی که شما هم محسن هستید و شما هم محسن رو دوست دارید و شما هم برنامه محسن دوست دارید و شما هم به این پیوند خوشحالید، چون شما هم بنده خدا هستید، محسن هم بنده خداست. اون نخواست که عروسیش فقط بی فایده و بی بهره و بی محتوا باشه، نه برای خودش و خانوادهش و شهر درگاهان، نه برای مردم دیندار و خوب جزیره قشم. اگر خیر و برکتی در این جمع هست که کسی شکی در این نداره که هست، همش خیر و برکته، اول و آخرش برمیگرده به این عزیزی که این مراسم رو برپا کردند. و من به برادرم محسن دریانورد که یکی از بچه های بسیار خوب ماست، بهش میگم که تو خیلی ضعیفتر و عاجزتر و ناتوانتر از این بودید که بتونید چنین مراسمی رو برگزار بکنید و برپا بکنید. اگر تو قدرتمندی
و فکر میکنی که این مراسم تو برپا کردی، اون به محض توفیق خدای تو بوده، اون به محض منت رب و پروردگار تو بوده که بر تو منت گذاشته. بس برادرم محسن، خدا را فراموش نکنید و شکر این توفیق رو به جا بیارید. و عزیزان و سروران من، اعم از پدرها و ریشسفیدایی که در این جمع مبارک شرکت کردند و همچنین جوانهای عزیزم که قلب محمد صالح پردل رو اشغال کردن و آرامش رو ازش گرفتن و خواب رو ازش گرفتن و شیفته و تشنه و عاشق خودشون کردن، و همچنین بچه های نونهال و کوچکی که در حقیقت اینها کوچک نیستن بلکه کوچکان بزرگند، نونهالانی که سرود برخیز ای مسلمان را داره سر میزنه. برخیز ای مسلمان، برگیر سلاح قرآن. این کوچک نیست، این ریشسفیدای سست و تنبلی مثل محمد صالح پردل رو میخواد بیدار بکنه. میگه بلند شو محمد صالح پردل، برخیز، تو که ادعا داری، بگیر سلاح قرآنو، حرکت کن. به هر دشمنی که با این سلاح بی جنگید، چه دشمن درونی خودت، چه دشمن بیرونی، چه دشمن خودی، چه دشمن اجنبی، نصفش میکنه. سلاح قرآن عجیبه. اینها کوچک نیستن. به همه شما تبریک که قبل از مرگتون راهو از چاه تشخیص دادید. ارزش و عزت از دست رفتتون رو دوباره برگردوندید و پیدا کردید. گم شدتون رو دوباره یافتید، راه رو دوباره شناختید. حالا بعد از این شناخت کج رفتن خیلی بدبختیه. تو نمیفهمیدی اشکال نداشت. حکم یک بچه داشتید، بچه مکلف نیست. تا نشنیده بودید مکلف نبودید. حکم یک معذور داشتید، جاهل بودید. گرچه همیشه جهل عذر نیست، اما گاه وقتی عذره. اما الان دیگه عذر و بهانه از دست تو رفته. دیگه نباید این راه کنار بگذاری، دیگه نباید به غیر از این راه راضی باشید. رضای خدا در این راهه و بندی خدا باید به رضای خدا راضی باشه. عروسی واقعی اینه. عروسی معبر شادیه و خوشحالیه. خوشحالی مؤمن اینه زمانی که معصیت نکنه، نه زمانی که بزنه و برسه. امروزه برای ما ثابت شده که ما میتونیم با چنین مراسمی بهترین شادی و عظیمترین شادی رو بکنیم. شادی که نه در دنیا و نه در آخرت هیچ موقع غم و اندوه به همراه نداره. و برای ما همچنین ثابت شده که آلات لهو و لعب و شراب و قمار و معاصی نمیتونه شادی آفرین باشه، بلکه در اثناء شادی که می آفرینه همونجا سم قاتل و کشنده نهفته است و همونجا خفت میکنه. امیدوارم که همه روزتون روز عید باشه. در روز عید روز شادی و خوشحالیه. تمامی لحظاتون روز لحظات شادی و خوشحالی و عید باشه. لحظات شادی و خوشحالی و عید باشه با طاعت و بندگی خدا. و تمامی شبهایتون شب قدر باشه اگر قدر بدانی مثل امشب. و اگر قدر ندانی، اگر در شب 27 رمضانم باشی که شب قدره،
شب زجر میشه. سلمان فارسی رضی الله عنه از جاجی اصفهان بلند شد، به محضر مبارکان حضرت صلی الله علیه و سلم رسید و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت و سعادت دنیا و آخرتو در آغوش گرفت. و ابو لهب و ابو جهل و ام جمیل و امثال اونها همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم و همپای رسول الله و عمو و زنموی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه کنار کعبه بدبخت شدن و جهنمی شدن. یکی از ایران رفت و از خاندان رسول الله شد سلمان من آل البیت و خاندان رسول الله بیگانه و اجنبی شد. ما در درگاهان نیستیم، ما در مدینه منوره هستیم، ما در مکه معظمه هستیم. اون چیزی که اونجا پیاده شد و مکه رو مکه کرد و مدینه رو مدینه منوره کرد همین کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، نه چیزی دیگه. و هر جایی که پیاده بشه اونجا گلستانه. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، آتش نمرود را بهر گلستان آفرید. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، مار از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. تنها خاک مکه نبود که ابو جهل و ابو لهب و ابو لهب کرد. و ابوبکر و عمر و حیدر ذی نورین به این عظمت رسول. نه خاک مکه نه، اما اون چیزی که بر اون خاک و اون سرزمین نازل شد بوجهل و بوجهل کرد. سید عرب، سید مکه، بولهب، عقبه، عتبه و شیبه و ربیعه و عمر و عثمان و ابوبکر و حیدر و رضی الله عنهم اجمعین، اینها را به اوج عظمت رسول. خاک نبود، همین بود که شما اینجا هستید، براش جمع شدید. هر کجا که با دین خدا زندگی بکنید اون سرزمین گلستان میشه. مناجاتو بشنو، مناجات خواجه انصار. پروردگارا نمرود نفس را در ما خرد و نابود بگردان. مناجات گوش بده خواجه عبدالله انصار. پروردگارا نمرود نفس را در ما خرد و نابود بگردان و خلیل عشق را در ما زنده و احیا بگردان، تا چون خلیل ابراهیم پا در آتش بنهیم و آن را گلستان بیابیم. وقتی نمرود در نفس تو خرد شد، فرعونت خرد شد، خلیلت زنده شد، خلیل عشقت زنده شد، آتش گلستان میشه. یثرب مدینه منوره میشه، جهنم تبدیل به بهشت میشه، ذلت تبدیل به عزت، فقر تبدیل به غنا، شقاوت تبدیل به سعادت، جهل به علم، تاریکی به روشنایی. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
انت شمس انت بدر انت نور على نور انت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول. این چی نوریست؟ اون دگر نور است غیر از این نور. اون دگر نور است غیر از اون نور. اون دگر نور است غیر از این نور. غیر از اون نور. اون نوری است که دلهای تاریک با نور معرفت و ایمان و توحید و نور هدایت روشن میکنه. طلع البدر، بدری غیر از بدر آسمانه. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. نور على نور میخوای؟ تو چرا آمدی؟ اگر آدم عاشق نباشه میتونه بیاد. الان بچه کوچک همه باید خواب باشه. طبیعیه، 10:11 همه باید خواب باشن. باباشون هم باید خواب باشه، مامانشون هم باید خواب باشه. چرا؟ اینها اهل درگاهن؟ نه، 2/3 از بیرون آمدن. چطوری این بچه خواب نمیفته؟ چه چیزی اونها رو جذب اینجا کرده؟ عزیزی که مخالفت میکنی با این برنامه از خدا بترسه. حالا چه عالمی، چه تاجری، چه امام مسجدی، چه هر کاری که هستی، دشمنو خوشحال نکن. از خدا بترس. تو که از این مراسم خدایی انتقاد میکنی از خدا انتقاد میکنی. تو که نمیگذاری مسلمان ها جرم بگیرن، نمیشه که نامت مسلمان گذاشت. آیا مسلمانی باشه که رو به قبله میسته 5 وقت مخالف با برنامه خدا و رسول خدا باشه؟ فردای قیامت چه جواب داری؟ وقتی کفن از تنت میفته و لخت مادرزاد در صحرای محشر از قبر بلند میشی، هیچ پارچی و لباسی بر تن نیست، لخت مادرزاد، زن و مرد مثل مور و ملخ. فردای قیامت خیلی دوره؟ نه نزدیکه. مردی قیامتت برپا شد، جوابو چی داری؟ هر حرفی میخوایی بزنید، هر عملی انجام بدید، هر نگاهی بکنید، هر چیزی بشنوید، هر چیزی تو این شکمت بریزید، هر گامی بردارید، هر لبخندی بزنید، هر اشکی بچکونید، اول جوابشو آماده بکن، بعد اقدام بکن. عاقبت سنجی بکن، عاقبت بینی بکن. این کاری که من میخوام بکنم خدا و رسول خدا خوشش میاد. شما رو به خدا قسم وقتی یک عروسی غیر اسلامیه چقدر از این گلدسته های ما پرپر میشن. بچه 10 12 سال 15 سال شراب داره میخوره، کی میخواد جواب خدا بده؟ صاحب اون عروسی باید جواب خدا بده. اینجا چند تا مشروب خوردن، اصلا چند تا سیگار روشن کردن، اینجا چند تا زن داره میرخصه، چقدر پول داره به هوا میره، چند تا چشمگران کثیف اینجا هست؟ نیست. حالا سوال بکن چند تا بابوزو هست؟ همه از تو مساجد آمدن اینجا، نماز عشا تو مساجد خوندن. به من بابوزو هست؟ همه از تو مساجد آمدن اینجا، نماز عشا تو مساجد خوندن. به من چسبیدن بعد از نماز عشا سخنرانی بکن. گفتم نه تو مراسم. عجیب، سبحان الله. بیوزو هم نیست اینجا.
بله عزیز دلم، ما میتونیم تو آخر الزمان، زمانی که فتنه بر دنیا خیمه زده و تاریکی افکنده، میتونیم چنین مجالسی داشته باشیم. به به، اگر همه دست به دست هم بدیم، اگر کل مردم این درگاهان می آمدن این فضا را پر میکردن. فقط مردم درگاهان. جزیره 200,000 نفر جمعیت نداره، داره یا نداره؟ 200,000 نفر جمعیت داره. کجا؟ باید همه میریختن اینجا. یا ماشین ندارن؟ همه ماشین دارن. اونایی که ندارن یک نفر میتونه 10 نفر با خودش بیاره. یعنی 500 تا ماشین تو جزیره نیست، 500 تا 10 نفر حساب بکن. من مال خودتونم، همه تونو میشناسم، لازم جیبتون میدونم چقدره، خانه‌تون، مالتون، مغازتون، تجارتتون. آدم تا درد ندونه، تا تشخیص نده، نمیتونه با کسی صحبت بکنه. من میدونم، من مال شما هستم، نیامدم که تو سرتون بزنم، نه. اونایی که میان تو سرتون بزنن اونا میشناسیدشون، ولی مواظب خودتون باشید. من میام یه استارتی میزنم، 4 کلمه صحبت میکنم چون شما خودتون میخواید، میرم. اما شما علمایی در اختیار داری که شب و روز در خدمت شما هستند، بزرگوارانی در اختیار داری که نشستند و آمدن توی این مراسم و ثابت کردن که شما رو دوست دارن. اونها ارزش قائل بشید. هر قومی که علماشون رو دوست دارن و پشت سر علماشون صحبت نمی کنن، غیبت نمی کنن، انتقادهای پوچه، اونها جون میگیرن. علما میراث بران پیامبرانن که شما را به خدا میرسونن، معشوق به عاشق میرسونه، شما را به وصلت میرسونن، شما را به خوشبختی میرسونن. میگن یه مردی از زنش سوال کرده تو منو بیشتر دوست داری که شوهرتم؟ و کفش و لباس و طلا و امکانات و ماشین و خونه و فرش برات آماده کردم و میخرم، یا فلان عالمو بیشتر دوست داری؟ من میبینم که همیشه صحبت اون عالم، ذکر اون عالم، نام اون عالم از دهنتون نمیفته. ای زن، منو بیشتر دوست داری که شوهرتم یا اون عالم؟ گفت به خدای محمد قسم که ناخن اون عالم به تمامی وجود تو عوض نمی کنم. گفت چرا زن؟ اون عالم که چیزی به تو نمیده، برنج که من به گونی میخرم، روغن که من به حلب میخرم، طلا که من میخرم، فرش که من میخرم، امکانات خونه من میخرم. اون عالم چه به تو میده که اینقدر عاشق شدی و چیفته شدی؟ گفت تو شکم منو سیر میکنی، لباس میخری، دمپایی برای پام میخری، اما اون روح منو پرورش میده، اما اون فکر منو پرورش میده، اما اون سعادت و آخرت منو، بهشت منو، رضای خدای من برای من تضمین میکنه. میگه سرش انداخت پایین. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، نه همین ماشین که خودتو میبازی نشان آدمیت. آدم میشه به بندگی خدا، آدم با ارزش میشه به سجده برای رب العزت والجلال. در یک سجده ارزش عظیم خودتو دوباره دست میاری، احساس میکنی که کسی شدی. اگر خسی بودی کسی شدی، اگر پس بودی بلند شدی. فکر نکنید عزیزان من که ما همه عادت کردیم گریه بکنیم، تو عروسی هم گریه بکنیم. نه، این اشک خوشحالیه. این اشک اون اشکا نیست. ما فکر ملایی نداریم، ما فکر زمان شطور نداریم. الان ماشین و آپولو هواپیما و فلان و تکنولوژی، ما باید خودمون آماده بکنیم دوشا دوش این تقدم و ترقی بریم. دوره پروتسته، دوره کاتولیک تمام شد. پروتست یعنی مخالفت. مذهب پروتستان، 3 مذهب مسیحیت،
کاتولیک، ارتدوکس، پروتستان. یک زمانی کلیسا تمامی زمام امور مسیحی ها رو در برداشت، وزیر پوشش داد. یه سلطه کلیسا بود، مذهب کاتولیک. با هر گونه علم و پیشرفت و تقدم و تکنولوژی و ترقی مخالفت میکرد، تا اینکه در جنگ‌های صلیبی که مسیحی ها از اروپا کشیدن که اسلامو در خانه خودش خفه بکنند و آمدن ممالک اسلامی رو اشغال کردند. قشر جوان گوش بده چی میگم. بعد از اینکه مسلمانان رو قتل عام کردند، بعد متوجه شدن که مسلمانان چیز عظیمی دارن به اسم علم، قرآن، عظمت. عجیب آمده بودن که مسلمانان رو قتل عام بکنن، قتل عام کردن، اما بعد از گذشت زمانی موندن در کشورها و ممالک اسلامی، دیدن که دارای تمدن و ترقی و علم و پیشرفت عظیمی هستند، علومشون رو با خودشون بردن و اندلس درخشید. 900 سال اسلام در اسپانیای امروز اندلس حکومت کرد. قصر الحمرا بازگوی اونه. بله، 600 سال در ترکیه امروز اسلام اونجا خلافت کرد به اسم دولت عثمانی. من از سرود بچه های گردگان درگاهان اون کوچکان بزرگ خیلی خوشم آمد و اصلا همینجور به جوش می آمدم. چیزی نبود که همینجا بلند بشم بگم هی علی الجهاد، یلا جهاد. علیه کی؟ علیه خودت. بزن سیلی به خودت اول، به هوا و هوست، به غرورت، به تکبرت، به خواسته های دل بیجات، به شیطان نفست. اول خودت از قید بندگی خودت به هوا و هوست آزاد بکن، بعد برو به جنگ اسرائیل. خود به خود شکست میخوره. بزرگترین خیانت به امت اسلام آتاتورک کرد، کمال آتاتورک. خدا اونطوری که لیاقتش لایقش خدا روز قیامت نشونش بده و جزاش بده. آتاتورک یعنی پدر اتراک، به خودش لقب داد. اعلام جهاد کرد. وقتی به کرسی نشاندش دولت غاصب و ظالم و مستعمر انگلیس بهش لقب ابوالاتراک، پدر اتراک، آتاتورک داد و گفت از کانال جهاد وارد بشو، اعلام جهاد بکن تا مسلمان ها به تو اعتماد بکنن. وقتی که خوب نشستی حالا قتل عامشون بکن، مساجد دوستانشون خراب بکن. بله، کور خوندن. نسل و ذره سلطان عبدالحمید زنده شده امروز، ترکیه رو داره میلرزونه. لا اله الا الله تو خیابانها، محمد رسول الله تو خیابانها، تو مدارس، تو بازار، دخترها، پسرها، بزرگا، کوچکا، زن و مرد. اروپا رو لرزونده. حزب رفاه اسلامی رو منحل کردن، داره میلرزونه. تأثیر انقلاب اسلامی ایران رو ترکیه، ممکن نیست این تأثیر رو نادیده بگیریم. انصاف باید داشت. مسیر حرکت امت اسلام و دنیا عوض شد. و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. ما در زمان شاه چنین مراسمی نداشتیم. واقعیته. جز کاباره و چیزای دیگه نبود. علنا فسق و فجور بود. رادیو تلویزیون علنا فسق و فجور. اونهایی که ریششون کمی سفیدتره میدونن که قبل از انقلاب چه فیلم‌هایی از تلویزیون ها پخش میشد و الانم تلویزیون خلیج بگیر نگاه کن چه دماری که از روزگار در نمیاره. اگه جرأتش داری تو که زحمت کشیدی بگذار بچه دخترت پسر 15 ساله بگیره تلویزیون امارات، کانال یورو بگیره. دخترت پسر 15 ساله بگیره تلویزیون امارات، کانال یورو بگیره. نگاه کن ایمان تو سینه‌اش میسوزونه یا نمیسوزونه، تا چه برسه که نوار ویدیو بیاد وارد خونت بشه. اما تلویزیون ایران مطمئن بود
من از کسی نمیترسم، کسی هم نمیخوام راضی بکنم. خاطرتون جمع باشه. ولی اون چیزی که باید بگم میگم. ما از اونا نیستیم که چک سفید بهش بدن به نفع ما صحبت میکنیم. نه، واقعیته. این از برکت اسلامه، از برکت خون صحابه است و علما و بزرگان دینه، از برکت خونه هایی که در جنگ احد ریخته شده، از خون علماست که امروز تو نگاه کن. بچه کوچک به علما داره میگه برخیز ای عالم ای مسلمان، به پیرمردا داره میگه برخیز. بچه کوچک خجالت نمیکشه؟ محمد صالح پورته آخر بلند نشید تا بچه کوچک درگانی به گفت برخیز ای مسلمان برگیز صلاح قرآن. ما تو این مراسم یه چیزایی گیرمون میاد، اگر نمیاییم اینطوری گیرمون میاد. تو همت بکنید. من به اندازه 10 نفر پول تو جیبم هست که میدادم به این 10 نفر. 10 تا برگه هزاری تو جیب من بود که من به 10 تا این بچه های کوچک میدادم، نفر 1000 تومان به عنوان هدیه. اما فکر کردم که اگر به این 10 نفر بدم، اون بچه هایی که آمدن اینجا سرود بخونن همه خوندن و خوب خوندن، اونها رو خود کردن. ولی شما باید همت بکنید. اینها نیاز به تشویق دارن. اون کسی که عود میزنه و ارگ میزنه، تو نگاه کن، باندش، بلنگوش، دستگاهش، میکروفونش خیلی قویه، میگذاره که کل جزیره و قشم همه تام 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 تا دم صبح. ما باید دنبال میکروفون تو مسجد بگردیم. میکروفون مسجد ملا مخالفت میکنه، دستگاه از تو مسجد بیار. این همه آدم نشسته همت بکنن نفر 2000 تومان باند بخرن، میکروفون بخرن، میکروفون خیلی عالی، دستگاه، وسایل. اگر مراسم خوبه و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. اونها میخوان که چه؟ برنامه فساد از ما قوی‌تر بکنن. ما برنامه خودمونو و صدای خودمونو و دستگاه خودمونو و بیان خودمونو و حضور خودمون توی این مراسم. کسی سر عروسی غیر اسلامی نره. حرامه. چرا؟ چون اگر تو سر عروسی غیر اسلامی رفتی، اونو تشویق کردی، کار درسته، برگزار بکن که طرفدار خیلی داری. آتشی که خود روشن کردی که میسوزه. اینا تو فردا پیری میمیری. اما اینا پرپر شدن، همه معتاد میشن، همه شرابخوار میشن. این 4 صفحه اولی که پا گذاشتم تو خاک جزیره اینجا، یه عزیزی از قش به من داد، نمیدونم خواهری نوشته برادری نوشته، 4 صفحه به من گفته که منو به گریه انداخت. البته به من گفته که تو چرا خود قش نمیای؟ نه که از تو انتقاد کردن تو عروسی دیگه خسته شدی، زده شدی از قش. نه عزیز دلم، من خسته نشدم. یه چیزایی نوشته اگر من براتون بخورم آب میشه همینجا. آب. یه دخترم بهش نیست. دختر و پسر ما بیدار شدن. نوشته که 70% جوانا مشتاق این مراسمن. از خود قشم گرفته اطراف قشم. گاوقتی میشه که تو خود قشم 5 تا عروسی اسلامیه، اما کمبود سخنران داریم. کمبود کسانی که مراسم برگزار بکنن داریم. یکی اون گوشه، یکی اون گوشه، یکی اون گوشه، مجبور میشن که همینطوری برگزار بکنن. علما باید بلند بشن، طلاب باید بلند بشن. برخیزای مسلمان، هر کسی که کاری از دستش برمیاد باید بلند بشه برای تقویت اسلام و مسلمین و عزت بخشیدن به اسلام و مسلمین و حفظ آبروی اسلام و مسلمین و حفظ ارزش‌های به دست آمده از اسلام و قرآن. باید بلند بشیم و آستین جن رو بزنیم، جد رو بزن بالا و کمر همت ببند. حالا هر کاره هستی. این عزیزی که آمد اینجا تقلید صدا کرد و بچه های کوچیک رو به خنده آورد و حتی ما
خنده جای خودش، گریه هم جای خودش. الان وقت گریه است. از عزیزمون خواهش کردیم که بیا، چون که عروسیه بذار همه غم نشه، همه اش نشه، بیا 4 تا جوک بگو، جوک سالم، تقلید صدا. تو خدا به داده این هنر، تو فکر میکنی که این بیکاره است یا هنر پیشه است؟ برادرم آقای درخواه هنر پیشه است یا رقاصه است یا لادین و ملحده یا بینمازه؟ از صورتش مشخصه. تحریشی داشت به عنوان سنت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم از برادرای خوب منطقه رویدره. کجاست رویدر؟ اون طرف. اینجا کجا؟ ما کجا؟ اینجا کجا؟ ما شهروز از دهات بندریم، شهری هم نیستیم، بالا شهری هستیم. اسلام زمین و زمان براش مطرح نیست. کلکم لآدم و آدم من تراب ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این چیزهایی که تو این نوشته گفته، اون جوانایی که تو این مراسم با تو لبیک گفتن، تو هر مراسمی، تو سوزا، تو مسن، تو قش، تو درگاهان، تو هلورد، هر جایی که بوده، آخر مراسم با تو لبیک گفتن، آمدن دستت گرفتن. محمد صالح پردل، اینو بدون که تو آخرین لحظه عمرشون هستن، توشون حساب بکن، رهاشون نکن. کی گفته من شما رو رها کردم؟ من مال شما، برای شما، فدای شما، زندگی و برگ من با شما. تو دند عقب نرو، من نمیرم انشاءالله. به کمک من و تو علمایی باید بریم باشون صحبت بکنیم، بیان تو جمع. شیخ عبدالرحیم خطیب بدونه که حضورش در این جمع سرنوشت داده برای مردم قشم و منطقه. شب مراسم تو خونه نشینه که بدن در خونش خواهش و التماس بیا بیا بیا، نه، خودش باید بیاد. رکو مسکنده اتمام حجت فردای قیامت باید جواب بده. خودش میدونه که چه دارم میگم. عالم به قرآن، حافظ قرآن، من حافظ قرآن نیستم و حافظ به سنته. شیخ محمد رحیمی باید بدونه که فردای قیامت این همه دست اگر رفت روی قش، ای محمد رحیمی جواب بده. ما که مشتاق بودیم، تو چرا برای ما حرکت نکردی؟ ای سید احمد، ای شیخ اقیلی، ای شیخ محمد شریف صالحی، شیخ عبدالرؤوف، شیخ حسن، شیخ سعید، شیخ عیسی، شیخ یعقوب، هرچی که هستن مشایخ، فردای قیامت باید جواب بدن. شما میتونی علما رو به حرکت بندازی. اینجا بری در خونشون. رفتم تو احشام گاهبندی برای افتتاح مسجدی چند سال پیش. برادرای گله‌دار بودن، برادرای بالا اون طرف کنگان و نخل تقی و عسلیه بودن. وقتی میخواستم خداحافظی بکنم، یکیشون زد اینطوری بدون هیچ شرم و پروایی، زد اینطوری یقه منو گرفت، یه تکونی داد. گفتم چرا یقه‌مو گرفتی؟ ای که فکر میکرد داره بیادبی میکنه، اینطوری خواهد دستشو بکنه. توهین به علما داری میکنی، دست بیقه شدی، با این لحن صحبت میکنی تو. اما دست بردار نبود. دیدم که اشک از چشمی سرازیر شد. گفت محمد صالح پردل، اگر شهر ما نیامدی فردای قیامت یقه تو همطوری میگیریم جلو خدا. چرا ساکتی؟ کلکم مسئولون، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه تون مسئولید از رعیتتون. پدر در خانواده مسئوله. یه روسری آمده الان وارد جزیره شده، یه روسری کوچک باریک مثل شال گردنه. خوب گوش بده، خبر نداری. یه روسری آمده مثل شال گردنه، خیلی کوتاه، عرضش خیلی کوتاهه. این چادر سر برای دخترای ما انتخاب کردن، الان داره فروش میره تو جزیره، در خونه ها. عرضش یک وجبه، یعنی چقدر سر دختر ما میپوشونه. حالا چی میگن اونایی که میفروشن؟ نه این برای دخترهای کوچک 5 ساله 6 ساله 7 ساله. اما وقتی تو خونه رفت دختر 15 ساله داره میپوشه. چه 5 ساله 6 ساله 7 ساله. اما وقتی تو خونه رفت دختر 15 ساله داره میپوشه. من خوشگل شدم جلو آینه، بیرون اینطوری
مواظبت باش. دختر بچه 6 ساله 7 ساله جوراب پوشیده با شورت، بلوز کوتاه، دامان کوتاه. خب این دختره میگه نه این هنوز بالغ نشده، هنوز 15 سالش نشده. یکی از سوالها دیگه نوشته عروسی که حالا میخواد سر ما کلاه بذاره یا سر خودت کلاه بذاری یا سر خدا کلاه بذاری. میگه عروسی هایی که شب پنجشنبه ارگ میارن، عود میارن، میزنن، میرقصن، شب جمعه مولود خونیه، ذکر اللهو اللهو، بلند شدن دست بستن جلو پیغمبر. شب پنجشنبهش بزن برقص هر چی هست. خب سر مولود خونی بریم، درسته؟ شب پنجشنبهش عود بوده، شب جمعه میخوان دیگه مولود بخونن، کلاه سر مله ها بذارن. یه شب برای مطربا، شرابخوارا، تاجرا، خائنا، ظالما بزن و برقص، عیاشا. شب جمعه برای مله ها، علما، طلاب. به به چه مراسم زیبایی، چقدر شیطان موفق شده. کجا تو جزیره؟ یا خدا یا خرما، هر دو تا نه. یه نفر میگه هم خرما میخورم هم خدا میخوام، خرمام رزق خداست. نه، این مثل خیلی زیاد شنیده، یا خدا یا خرما، هم خدا هم خرما نه. این جریان چیه؟ چرا گفتن یا خدا یا خرما؟ بعضی از صحابه وقتی مسلمان شد میخندید به خودش. صحابه ازی سوال کردن چرا میخندید؟ بدون سبب چرا میخندید؟ گفت به خودم دارم میخندم. گفت علت خنده چیه؟ گفت قبل از این که مسلمان بشم یه خدایی داشتم از خرما درست کرده بودم، خدا بت از خرما بت درست کرده بودم، چشم، گوش، سر، میپرستیدمش. وقتی گرسنم میشد خدای خودم که از خرما درست کرده بودم میخوردم، خودمو میخوردم. حالا من به خودم میخندم که چقدر من احمق بودم، از خرما خدا درست کردم، وقتی گرسنه میشد خدای خدا رو میخوردم. حالا به خودم دارم میخندم. این مثل دیگه شد، یا خدا یا خرما، یعنی یا خدا یا بت، یا خدا و دین خدا یا شیطان و راه شیطان و برنامه شیطان. این چراغ چند تا حالت داره؟ این چراغ چند تا حالت داره؟ یا چی یا چیه؟ شما این چراغ اگر روشن نباشه چی میشه؟ خاموشه. یا روشن یا خاموشه، یعنی هم میتونه روشن و خاموش باشه یک لحظه. نه، یا روشن یا خاموشه. الان روشنه، یا مؤمنی یا منافقی یا کافری، یا حب رسول الله یا بغض رسول الله. اینقدر جای دوتا نیست، نفاقه. چی داری تو؟ یا عود، اسمشون نمیگم تا خجالت بکشن، اسم مطربین هم نمیگم تا فردا اگه بخوان توبه بکنن بتونن بیان. ما کاری به افراد نداریم، ما کار به عمل داریم. اسلام افراد زیر سوال نمیبره، اسلام عمل زیر سوال میبره. حالا من اسمش بگم فردا توبه کرد، از من بهتر شد، از همه بهتر شد، مگر شده یا نشده؟ خیلی از خواننده ها و هنرپیشه ها و کسانی که حتی فیلم های زشت و مبتذل لختی بازی میکردن توبه شدن، توبه کردن و که واسه قرآن گذاشتن. حالا من و تو مسلمونیم، اسممون محمد، احمد، اسم دخترها فاطمه، زهرا، خدیجه، عایشه، اما سر عروسی ها میرخته. اسم علی، حیدر، ابوبکر، عمر، اما شراب میخوره. چه مصیبتی و چه آفاتی به این مغزمون و دلمون رسیده. ای مسلمانا، از خدا بترسید، بترسید از روزی که نه مال، نه اولاد، نه پست، نه مقام، نه کارت بازرگانی، نه منطقه آزاد به دادتون میخوره، به دادتون میرسه. یوم لا ینفع مال ولا بنون، این کلام خودشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم.
قلب پاک خالی از گناه و شرک و کینه و بغض و دشمنی و معصیت لازمه. دل پاک داری یا نداری؟ عمل پاک داری یا نداری؟ دنیا فناست با تمامی خوشی ها و لذت هاش، آخرت بقاست، فنا رو بر بقا ترجیح نده. این جمله رو بگم قبول میکنی؟ تمامی لذت ها و خوشی ها و خنده ها رو اینجا نکن، یه چیزم برای اونجا بذار. قبول میکنید انشاءالله؟ هرچی خوشی و لذت هست فکر نکن که همینجاست از دست میره، نه اونجاست. یه چیزایی برای اونجا بذار. بر گناه گریه بکن، شبهای دراز نیست، جاهایی که معصیت کردی برو دو رکعت نماز بخون اگه میتونی. دل کسی را آزردی برو دلشو به دست بیار، حلالی بترم قبل از مرگت. علما میگن بهترین توبه توبیست. گوش بده، همه گناهکارن، کسی مستثنا نیست مگر پیامبران که معصومن و فرشتگان که فطرتشون گناه نمیشناسه. علما میگن بهترین توبه، بهترین گناه داریم و بهترین توبه داریم. عجیب، بهترین گناه هم هست؟ بله. بهترین گناه گناهی است که با تو بمیره، وقتی صاحبش مرد خب گناهش هم بمیره و قبل از مردن با توبه پاک بشه. این بهترین گناهه. بهترین توبه چه توبه ایه؟ بهترین توبه توبه نصوحه، قبوله با شرایطش. بهترین توبه علما گفتن توبی است که بعد از توبه کردن فرصتی داشته باشی که جبران گذشته بکنید. حالا سوال اینجاست، خوب گوش بدید، پدرها مواظب باشن نه مادرها. علما گفتن بهترین توبه توبی است که در زمان توبه بکنید که بعد از توبه یا پشیمانی بتونید بمانید، فرصتی داشته باشید که جبران گذشته بکنید. با یک سوال، پس توبه کردن و بهترین توبه در کیه؟ جواب میدونی؟ جواب بلند، در جوانی. بهترین توبه در جوانیه. چرا؟ چون که بعد از توبه در جوانی هنوز تو جوانی، فرصت داری که جبران گذشته بکنی. اما توبه در پیری چه فایده؟ وقتی هرچی توان و قدرت و نشاط داشتی همه تو معصیت ریختی، حالا که سست شدی دیگه دندونات ریخته دیگه همه چیز قدرت نداری، دو پا به سه پا و چهار پا شد، حالا میگی که خدایا منو ببخش، من توبه کردم، پشیمان شدم. چه فایده؟ در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی. کی خدا را پرستی؟ اینقدر که برای دنیا داری تلاش میکنی شب و روز، اگه یک صدمش برای آخرت بذاری تو فرشته میشی، صحابه رسول الله میشی. یک صدمش میگم. آدم هست که اصلا دیگه فرصت نداره صحبت بچهش میگه بابا از شب آمده ساعت 12، یک دفتر حسابش زیر بغلشه با ماشین حسابش. بچه کوچکش میگه بابا سلام، برو بابا سلام میگه. 10 میلیون ضرر کرده میگه سلام. زن دیگه جرأت نداره بیاد. غذا گذاشت گرم کرد، غذا سر شد، دفتر باز کرده. خودم سکته میکنه. یه نفر 150 تا دستگاه ویدیو مالش گیر آمد تو لنچ، گرفتم. بچه ها تعریف میکردن وقتی مامورا ریختن تو لنچ دستگاه ها رو در آوردن جلو چشمش، یک دفعه خندی قه قه قه. میگه ما فکر کردیم این دیگه چقدر ظرفیت داره، 150 تا دستگاه مالش گرفتن بازم ظرفیت داره، میگه ها 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 میخنده. هنوز میگه ما از دهنمون در نرفت که چقدر ظرفیت داره، دیدیم که گردنش قطع شد. اون خنده مال چی بود؟ خنده شکست بود. یا وقتی خنده آدم از ناچاری و شکست، حالا که رفتن سکته کرده، خنده سکته بود. این از
حالا که رفتن سکته کرده، خنده سکته بود، یعنی از بس بهش فشار آمده بود نه به روی خودش نیاورده بود، بلکه خواسته بود که جلوی مردم نشون بده که من قویم. 150 تا چیه؟ 500 تا مال منم بگیرن. قهقه زد، بعد 5 دقیقه مرد. جوون 45 50 سال. این شهید در راه یدی. خدا آخر آخرتش بخیر بکنه. اگه اهل قبله بوده نماز میخونده خدا کمکش میکنه. شهید در راه سیگار هم داریم، یکات تیر خوردن بخاطر سیگار، اما بخاطر نماز چند نفر تیر خورده. وقتی یه عالم شهید میشه همه میگن او بدبخت، کشتنش، مرد، تیرش زدن. بدبختی این خوشبختترین افراد روی زمینه. من وقت شما رو بیشتر از این نمیگیرم. اون چیزی که میخواستم بگم گفتم و شما فهمیدید. میگن وقتی سید قطب شهید رو میبردن در مصر در زمان جمال عبدالناصر، خدا اون چیزی که لایق شهیدش بده که این همه علما رو قتل عام کرد، همین جمال عبدالناصر خائن که اول از جمله اخوان المسلمین بود، بعد اونها رو چه خوب کشماتوی کرد، بعد ضربه زد مثل کمال آتاتورک. وقتی سید قطب شهید رو بردن برای اعدام، هنگامی که نزدیک شد دستش گرفته بودن میبردنش، حکم اعدام صادر بود که اعدامش بکنن. دیدن که لبخندی بر لبش جاری شد، لبخند آرامش. عجیب، تعجب کردن، لبی که هیچ موقع برای ظالم طول عمرش لبخند نزده چطوری اینجا لبخند بزنه جلوی این ظالمین؟ از این سوال کردن قبل از مرگ. حالا نزدیکه که تیغ بزنن رو گردنش بکشنش، داره میخنده، آرامش. عجیبه، مثل که توی این دنیا نیست. ازش سوال کردن چرا لبخند میزنی تو که کشته میشی؟ گفت الحمدلله این لبخند خوشحالیه، خدا دعای منو مستجاب کرد تو نماز صبح چند شب پیش. هی دعا میکردم خدایا اگر من لیاقت دیدار تو دارم منو قبول بکن به دیدار خودت. خدایا اگر من لیاقت دیدار تو رو دارم که بیام به دیدار تو، من عاشق و تشنه دیدار تو هم، منو قبول بکن به دیدار خودت. این لبخند خوشحالیه که خدا اون سجدی که سجده کردم تو نماز صبح چند شب پیش و دعا کردم با اخلاص خدایا اگر لیاقت دیدار دارم منو به دیدار خودت دعوت بکن. این خوشحالم که دعای من تو سجده نماز صبح مستجاب شده و من میرم پیش اون کسی که با تمامی وجودش، با تمامی وجودم اونو دوست دارم و بنده مخلص و خالص اونم. ولی عزیزان من علما اینن، هر کسی با علما سر کار داره اینن، هر کسی دلش پر از نور معرفت و ایمان اینه. بنشینید، من صحبتم تمومه، مزاحم عزیزان نمیشم، سوال زیاده.